توینز، دوگانگی، دوقلو. درباره جیل و جودی صحبت میکنیم که دوگانگی هستن، دوقلو هستن، مثل هم به نظر میرسن، همانند هم، اما رفتار متفاوت دارن، در عمل متفاوت هستن، متفاوت عمل میکنن. Twins. Jill and Judy are twins. جیل و جودی دوگانگی هستن، دوقلو هستن. They look the same. آنها همانند هم به نظر میرسن، شبیه هم به نظر میرسن. But they act differently. اما متفاوت عمل میکنن، رفتار متفاوت دارن. But they act differently. Jill likes sports. Jill ورزش دوست داره. Jill likes sports. She is good at basketball and golf. او در ورزش بسکتبال و گلف خوبه، مهارت داره. She is good at basketball and golf. She is also loud. او پر سر و صدا هم هست، صدای بلنده داره. She talks all day. او تمام روز صحبت میکنه. All day، تمام روز. She talks all day. Judy likes reading. جودی خواندن دوست داره. She can read 300 pages a day. او میتونه 300 صفحه در یک روز بخونه. She can read 300 pages a day. She is also quiet. او ساکت و خاموش هم هست. She is also quiet. She does not like to talk. او صحبت کردن دوست نداره. Does not like. She does not like to talk. Jill and Judy still love each other. جیل و جودی هنوز هم دیگره دوست دارن. Jill and Judy still love each other. Okay? بریم طرف question form و ساختار سوالی و پرسشی جملات درس امروز. از جمله اول شروع میکنیم. پرسان میکنیم What is the relationship between Jill and Judy? ارتباط جیل و جودی چه قسمیه؟ چه نوع ارتباط با هم داره؟ What is the relationship between Jill and Judy? Jill and Judy are twins. جیل و جودی دوگانگی هستن. How do they look? آنها چطوری به نظر میرسن؟ They look the same. مثل هم، همانند هم به نظر میرسن. How do they act? چطوری عمل میکنن؟ رفتارشان چطوریه؟ But they act differently. اما آنها متفاوت عمل میکنن، رفتار متفاوت دارن، عملکرد متفاوت دارن. But they act differently. What does Jill like? جیل چی را دوست داره؟ Jill likes sports. جیل ورزش دوست داره. What sports is she good at? در کدام ورزش ها او خوب مهارت داره؟ مهارت او در کدام ورزش ها خوبه؟ What sports is she good at? She is good at basketball and golf. او در ورزش بسکتبال و گلف خوب مهارت داره. She is good at basketball and golf. How is her voice? صدای او چطوره؟ از لحاظ صدا چه رقمه؟ She is also loud. او پر سر و صدام هست یا صدای بلنده داره. She is also loud. What does she do all day? او تمام روز چی کار میکنه؟ She talks all day. او تمام روز صحبت میکنه. She talks all day. What does Judy like? جودی چرا دوست داره؟ Judy likes reading. جودی خواندن دوست داره. How many pages can she read in a day? چند صفحه او میتونه بخونه در یک روز؟ She can read 300 pages a day. او میتونه 300 صفحه در یک روز بخونه. How is she? او از لحاظ روحی و روانی، از لحاظ رفتار چطوریه؟ How is she?
She is also quiet. او ساکت و آرامم هست. ساکت و خاموش. What does she not like to do? او چی را دوست نداره؟ چه کاری را دوست نداره انجام بده؟ What does she not like to do? She does not like to talk. او صحبت کردن دوست نداره. She does not like to talk. How do Jill and Judy feel about each other? جل و جودی چه احساس نسبت به هم دیگه دارن؟ How do Jill and Judy feel about each other? Jill and Judy still love each other. جل و جودی هنوز هم دیگه را دوست دارن. Jill and Judy still love each other. Okay? بریم طرف اول درس. یک بار دیگه درس امروز از اول تا آخر ریدینگ کنیم و مرور کنیم دوستان. Twins دوگانگی. Jill and Judy are twins. جل و جودی دوگانگی هستند، دو قلو هستند. They look the same. همانند هم به نظر میرسن. But they act differently. اما متفاوت عمل میکنن. Jill likes sports. جل ورزش دوست داره. She is good at basketball and golf. در بسکتبال و گلف خوب مهارت داره. She is also loud. او پر سر و صدام هست، صدای بلنده داره. She talks all day. او تمام روز صحبت میکنه. Judy likes reading. جودی خواندن دوست داره. She can read 300 pages a day. او میتونه 300 صفحه در یک روز بخونه. She can read 300 pages a day. She is also quiet. او خاموش و ساکت هم هست. آدم کم حرفیه. She is also quiet. She does not like to talk. صحبت کردن دوست نداره. Jill and Judy still love each other. جل و جودی هنوز هم دیگر دوست دارن. بریم طرف question فرم و ساختار سوالی درس امروز. What is the relationship between Jill and Judy? ارتباط جل و جودی چطوریه؟ چه نوع ارتباط با هم دارن؟ Jill and Judy are twins. دوگانگی هستن. How do they look? چطوری به نظر میرسن؟ They look the same. آنها همانند هم به نظر میرسن، شبیه هم. How do they act? چطوری عمل میکنن؟ But they act differently. آنها متفاوت عمل میکنن، رفتارشون متفاوت. What does Jill like? جیل چی را دوست داره؟ Jill likes sports. ورزش دوست داره. What sports is she good at? او در چی ورزش خوبه؟ She is good at basketball and golf. او در بسکتبال و گلف خوب مهارت داره. How is her voice? صدای او چطوریه؟ She is also loud. او صدای بلند داره، پر سر و صدای، پر حرف. What does she do all day? او تمام روز چی کار میکنه؟ She talks all day. او تمام روز صحبت میکنه. What does Judy like? جودی چرا دوست داره؟ Judy likes reading. جودی خواندن دوست داره. How many pages can she read in a day? چند صفحه او میتونه در یک روز بخونه؟ She can read 300 pages a day. او در یک روز میتونه 300 صفحه بخونه. How is she? او از لحاظ روحی روانی چطوریه؟ او چه رقم آدمه؟ She is also quiet. او آرام هم هست، ساکت هم هست. What does she not like to do? او چی را دوست نداره؟ انجام چه کاری را دوست نداره؟ She does not like to talk. او صحبت کردن دوست نداره. How do Jill and Judy feel about each other? جل و جودی چه احساس نسبت به هم دیگه دارن؟ Jill and Judy still love each other. جل و جودی هنوز هم دیگه را دوست دارن. اوکی؟ دوستا لطف کنین چندین بار از اول تا آخر گوش بتین و تکرار کنین و اگر جایی را نفهمیدین، سوالی داشتین، در کامنت ها سوال خود بپرسین. ما در خدمت هستیم، حتما جواب میتیم.